پیشتر علم حدیث مناظر ما همراه شما حدیث بخاری میخوانیم. بهترین کتاب در دنیا بعد قرآن کریم، بهترین کتابی که مخلوق نوشته است این صحیح بخاری است در دنیا. از روزی که الله تعالی آدم آفریده است تا همین روزه و امید میکنیم که تا قیامت بهترین کتاب صحیح بخاری است. کتابی که یک مرد تاجیک نوشته است، جمع آوری کرده است، محنت کرده است. علم حدیث است. پیشتر اطراف 300-400 سالها در دیار ما علم حدیث درس گفته نمیشد. علم حدیث فقط فقه بود، نحو بود و در زمانهای امام بخاری و امام ترمذی و پیشتر به علم حدیث مردم سفر میکردند. یک طالب علم میشنود که در یک جای محدث حدیث میگفته است، میرود که بعد نماز عصر درس حدیث است، میرود که در روی حول در کوچه جایگیر میشه. در کوچه مسجد پر است، مسجدها اون وقت مسجدهای کوچک بود، به همین غنجایش اهل محله مناسب مسجد میساختند. در بیرون جایگیر میشه، در او دور، و علم رو به واسطه از زبان استاد مباشرتا نیو به واسطه مبلغ ها میشنود. خیلی در اون زمانه بلندگویکان نبود. مثلا شیخ در محراب ایستاده یک جمله سخن میگفت، اون آدمی که در پیش در است سخن امام شنیده به بیروننگی ها میرسانید. مثلا یک آدمی که تقریبا 10-15 متر دورتر ایستاده است و این آدم با سخن این آدم گرفته بلندتر تکرار میکرد تا اینکه آنهایی که در دوامی حلقه نشستند می نوشتن تا همه ها نوشتن. استاد اینجا ذکر کرده میشه سبحان الله الحمدلله، برای اینکه شدیم گفت اگر با گشته این جمله تکرار میکنن تا اینکه همه شنود. اینو ببینید در زمان ما میکروفون ها برآمد، مسجد ها وسیع شد و منم وقتی که مسجد ها هم دور شد و در دنیا چاش و پراکنده شدیم، این نعمت های الله تعالی را بینید. یکی ما در بنگلادش هست، آدمایی که ما رو پیگیری میکنن، گاه در کره هست، این طرف حتی از افریقا هم هستن بیچاره تاجیکا. در یک دهه یکی از کشورهای اروپا سفر کردیم، یک دهه یک آشخانه حلال جستجو کردیم و رفتیم. یک دهه که بسیار دور است، 1000 کیلومتر از پایتخت دور است، آشخانه حلال بوده است. کافته میداریم که از در میداریم که خوش آمده میگه تاجیکا آشخانه کشادیم. در کجای میره یک بیچاره مردم تاجیک هست. یعنی ببینید که به واسطه این نعمت ها از دور و نزدیک از ما گویا در یک جا نشسته درس خوانده ایستادیم. واقعا نعمت است. کسی اگر استفاده نمیبره، یعنی که ما در این زمانه فردا اگر وفات کنیم در پیشگاه الله تعالی عذر نداریم که الله من نمیدونستم که این حرام بوده است یا حلال بوده است یا شریعت بوده است. من از احکام شریعت بیخبر بودم چون که مسجد ها ممنوع بود. من جوان 17 ساله بودم، مسجد رفتن ممنوع بود، یا من زن بودم برای من مسجد رفتن ممنوع بود، یا ترسیدم شریعت رو نفهمیده موندم. الله گفته عذر گفته نمیتوند. یگان آدم هر چیزی که اگر مسئله شرعیتون خواهید میتونید امروز جستجو کنید یابید. بله برادرها، وقتی که همین آدم میره در روی کوچه میشیند سخن از استاد نمیشنود و با واسطه دوست مبلغ اونایی که سخن میرسه از اونها میشنوند، بعد صحبت تمام شدن به پیش میبیاید به مسجد آمده به آن آدمایی که در پیش استاد میشیند هموهای میپرسد که شما کی آمدید که اینجا جایگیر شد. و روز دیگر بعد نماز پیشین میبیاد، یعنی به وقت عصر نیو، بعد پیشین میبیاد که با همین خیلی در بیرین جایگیر میشه، بعدی بامداد میبیاد که با در پیشین جایگیر میشه. و آنهایی که در صف پیش نشسته آنها آمده میپرسد که شما کی میبیایید که این خیلی در پیش جای میگیرید؟ میگن که ما یک شبانه روز پیشتر در نماز عصر دیننگی آمده جای میگیریم، برای همین ما در صف پیش میشینیم. اینا امروز نه به کوچه میبرید نه سر و لباس میپوشید، همین از جای ایستادگیتون تلفنتون در دست به درس میدروید. سبحان الله. شما تصور کنید مردم پیشین چه خیلی به مشقت به مجلس علم اشتراک میکرد.
سفر امام بخاری من از سن 16 سالگیشان تا 62 سالگی عمرشان در سفر گذشت. نه عراق ماند، نه بصره و کوفه و شهرهای عراق، تا صنعای یمن و تمام کشورهای حجاز و نجد و خراسان و همه جا را گشتن. هر کجایی که محدث بود رفته علم جمع کردن و این چونین پیشتر کتاب ها را روی بردار میکردن. کتاب تیار در بازار نیست که روید و خرید. کامپیوتر یکی عباره 1000 نسخه 10,000 نسخه طباعه زوادی چاپ کنی چاپ کرده باشد. نه، با دست می نوشتن. یک آدم می نوشت یک کتاب شاید در مدت 3 روز 4 روز نویسد، شب و روز. بعدی نوشته شده با مقابله میکردن. یعنی یک آدم اون کتاب اصلا در دستش میگیرد، یک آدم این نوشتگی میخوانند. اگر رفته یک جملهش خطا، یک حرفش خطا باشد، گشته و اصلاح میکنن. بعد این کتاب به فروش میبرن. بسیار دشوار بود کتاب دار بودن. امروز کتابا در داخل تلفن شدیان. همه کتابا صورتهای کتابا گرفتیان، خوش رو کرده الکترونی در کتابا. تمام کتابهای دنیا در کتاب در تلفن هست امروز. سبحان الله. بی نهایت شرایطی ما امروز فرق میکنه برادر عزیز. مسئولیتی ما هم واضح است.